در روز قیامت از رعیتمون، از زیردستامون، از فرزندامون، از زنهامون، از این دخترایی که به ستر و حیا میگردد، از اینها پرسیده میشویم. از اینها حتما الله ما را میپرسد. متاسفانه امروز اکثر مردم ما، مردم بیرون نمیگم، مردم این شهر ما، بعضی اونها حاجی، بعضی اونها کلانزاده، بعضی اونها نامدار، دختراشون به ستر و حجاب میگردن، به حیا میگردن. چه بدبختی است! این بیناموسی است والله قسم. این بیغیرتی است، این ناجوان مردی است که ناموسی وی، زنی وی، دختری وی به ستر و حیا در قد کوچه بگردد. از خدا بترسی، خیلی جوابگری سختی در آینده داری. اگر بی‌پرواگی کنه والله قسم چه بلایی از این وبا سخت‌تر و بالای شما را می آید. نسبت به اهل بیت خیلی هوشیار باش.